درود دوستان عزیز و گرامی. امروز میخوام یه همبرگر خیلی خیلی خوشمزه رو با هم درست کنیم. برای درست کردن این همبرگر احتیاج داریم طبیعتا به نون همبرگری، گوشت گوساله چرخ کرده، کاهو، گوجه فرنگی، پیاز، نمک، فلفل و یک سوسی که یادم رفت بگم به چنبر کالباس و سوسی رو که الان با هم درست میکنیم. سوسی که ترکیبی از مایونز و کچاپ و خردل با پودر فلفل و آویشن. حدود 60 گرم سس مایونز میریزیم، نصف این مقدار یعنی 30 گرم سس کچاپ و نصف سس کچاپ یعنی 15 گرم خردل اضافه میکنیم. یه مقداری یه قاشق چای خوری پودر پول بیور یا پاپریکا و یه قاشق چای خوری هم آویشن میریزیم و خوب به هم میزنیم و یک کناری میذاریم. برای هر همبرگر بین 130 تا 150 گرم گوشت گوساله چرخ کرده احتیاج داریم. هیچی باهاش قاطی نمی‌کنیم، هیچ. اگر از این وسیله ها دارین میتونین از همین قالب استفاده کنین و همبرگراتون رو قالب بزنین. اگر هم که ندارین مشکلی نیست، از در شیشه چیزی شبیه اون در دبه چیزی هم میتونین استفاده کنین. به این شکل که توش یک کیسه فریزر میذاریم و گوشتمون رو روی کیسه فریزر پهن میکنیم و روش رو صاف میکنیم و همبرگرامون به یه اندازه در میاد. شکل قالبتون رو مناسب در نظر بگیرید. خب من امروز میخوام 6 تا همبرگر درست کنم، پس به حدود 900 گرم گوشت احتیاج دارم و هر تعدادی که بخواین درست کنیم ضرب در 150 120 تا 150. هیچی هم روش نمیریزیم جز نمک و فلفل سیاه. دو طرفش رو خوب نمک و فلفل پاشی میکنیم و گوشتای ما دیگه آماده است. میتونیم بدیم سراغ گاز. شعله گاز رو با حرارت متوسط روشن میکنیم. ما تاول رو روش میذاریم و یک روغن با فرچه میزنیم. میتونین هم یکی دو قاشق روغن بدید، خیلی مهم نیست، بستگی داره که گوشتتون چربه یا کم چرب. میذاریم حدود 5 دقیقه هر طرفش سرخ بشه و اونا رو برمیگردونیم، طرف دیگرش هم سرخ میکنیم. و گهگاهی هم روشون فشار میدیم که خوب صاف بشه و خوب پخته بشه. اگر روغن لازم بود یک کمی روغن هم اضافه کنیم. بازم اینا رو کنار میذاریم. من امروز میخوام 3 تاشون رو چیز برگری درست کنم، یعنی یه ورق پنیر هم روشون اضافه خواهم کرد. هر کدوم یه ورق پنیر آماده اضافه میکنیم و میذاریم یه مدتی بمونه قشنگ آب بشه. حالا یه کمی کره میریزیم توی همون مایتابمون و نونامون رو یه تفتی میدیم، یه سرخه کوچولو میکنیم. حدود 2-3 دقیقه کافیه. وقتی اینجوری برشته شد و حالت به قول معروف کریسپی پیدا کرد، اونا رو برمیداریم و بازم کنار میذاریم. همین نونامون این کار. خب حالا میریم روی موقع مونتاژ همبرگرمون رسیدیم. اول روش سس میمالیم از همون سسی که درست کردیم. یک کمی کاهو، چند ورق گوجه فرنگی، بسته به ذائقتون و هر کدوم خواستیم کم و زیاد کنیم. یه برش پیاز. حالا گوشتمون رو میذاریم. الان قسمت روی نون همبرگریمون هم سس مالی
و روی گوشتمون الان یه ورق کالباس میذاریم و نونمونم میذاریم روش. اگر دوست داشتید میتونید اینجا خیارشور هم اضافه کنید. خب همبرگر ما آماده است، بخورید و لذتشو ببرید. واقعا خوشمزه است به نظر من. شما هم امتحان کنید، نظرتون رو به من بگید. نوش جانتون. به امید دیدار در ویدیوهای بعدی.